ور زدم. سلام بچه، من اومدم با اولین ویدیوی کانالم. بریم بازی پسرخوانده. بچه من میخوام یه اتحاد بزنم، اگه خواستیم بیاین تو اتحادمو میخوام خیلی خوب کنم. بعد بریم چند مچم بازی کنیم. کاپم خیلی اومد پایین. بریم ببینیم کاپم چند بود شد چند. یه مچ بازی میکردم میرفتم میدان سرخ. یه دقیقه وایسین. بچه اینا اتحاد میخوام بسازم، بهم بگین اتحاد بسازم یا نه. اسم منم مستر دیاکو. اگه ببینم کیا میگن اتحاد بسازم، اگه زیاد بگین من اتحاد میسازم. خب هم ببینیم چند بود. 3780 بود. الان اینجا 80 بود. الان نشونم یه مچ بازی میکردم میرفتم میدان سرخ که چیکار کنم. با اینکه من این همه کاپ دارم خودم 29 تا دارم. بچه ویدیو حجت بدون شهدو خیلی جالب بود. من زور کردم که واقعا اومد تو بازی. سومه بنزد کیه میگیره. بچه ما دو تا ترکیب داریم. من چنلی رو میگیرم. چنلی سوسن چارسو یابا اسکورپیون بعیده بدونم یارو بتونه ما ببره. بریم ببینیم چه میشه. من توانایی سود سک نشد. سود بشه ما بدبخت میکنیم. یکی میگم اون یکی میکنه بدبخت میکنه. اینو میزنه وای 110 تا زیاد. وای مریده. رید اختار کردم. میتونم یه قبر بزنم. وای پس همین بدم میومد. کسی فلیر من بک میدم. هر شما کسی به بدم میاد. بچه ویدیو بعدی به پایان رسیدیم. من فردا نه 2 روز 14 ساعت دیگه من چالش رو میذارم از ویدیو چالش. بعد فردا هم فکر کنم ویدیو جدید داریم. بریم بازی. دودم کسافت کسی پلیر رو بدبخت. من زیاد بند میزنم اینو بابا جان بند میزنم. حرف خوششانسی رو برم.
دلم با اگه یه چیزی وای الان من چه کاری بکنم؟ یه آدم قوی برمیدارم اینه تو رو این میتونه هیل حرام است کشیفی رو دارم تو چشمت میبینم. کشیف بوی کشیفیت میاد. آره فقط هیل میده. ببینیم من چیکار میکنم. فقط تو 4 تا 8 درسته؟ این سگای تو رو باید غلاظه کنم. بدم میاد از کشیفی. من منو رو حس کنم از این بعد. ببین چند فرصت داریم. 125 بایم مهناز بدم میاد. ببین چون یکی رو از میکنم رامه اینجوری میگم چون بزنه. فقط پخ دادیم این خدا من میخوره به من. بابا میخورد به مناز. من بچ میدم. کسیف پلیرا. من نمیخواستم کسیفی کنم چون خودتون کسیفی رو تو وجودم. بذار بابا جان بردارم میفهمین. بچه من عضو اتحادی نیستم. میریم فعلا تو ملکی اتحاد ملکی ما. ما میریم فعلا تو اتحاد ملکی ما. اگه دیدم زیاد خواستیم که من ویدیو بذارم من اتحاد میزنم. خب من زینت دست میکنم. اگه بابا جان دست کنم واقعا ناراحت. من یارو بازی رفته اولی همه تون فقط به کمر یاور بستگی داره. اما هنوز بهداشتی بدم میاد. که یارو 3000 روزه تا برسه به مون همون چیکار میکنم. خدایا شکرت. حرامه یارو اصلا مخش بیخیال من بابا جانو میخوام بزنم. داشت دیوانه چیزی هست. تو فقط شربت بهجوفایی
وای 8 چیزی بود. بپک بابا. یک یورو شکستش. بابا جانا بده. دیدی شد. خب بنازم این مچم بود. ببینیم دیگه فرنگی بچه از آخرین لحظه دیدار. اما خب 19 تا کاپ داد و خوبه کاپمون از 3700 پسر خوانده بردی 3400 یا 500. بچه 2 روز دیگه شهدوخ به بازی 2 روز داره 2 روز دیگه شهدوخ به بازی اضافه میشه و بودجه استراتژیک همون الان هم داره. روز دیگه شهدوخ اضافه میشه و بلیت دلایی بسم الله بلیت طلایی جدیدم ویدیوشو براتون میذارم. خب بذار ببینم کوچه بونه میرم. کوچه بونه یه دست دیگه هم میریم بازی میکنیم ببینیم چی برو ببینم چی کار میکنیم. برو ببینم چی کار میکنیم. کراس کنیم زینه دست بابا جان است. حالا جالب پروفسور یا سامبولی بچه چنلی رو گفت از آخرین. ببین مهناز برداری ناراحت میشن. تو خدا مهناز بر ندار تو خدا. خب تصمیم گرفته شد که اول قبرکن را بزنیم. من قبلا یه اکانت داشتم اکانتمو پرید. اسم اکانتمون دیاکو بوده. یعنی دیوانه من دارم اینو میزنم. اینو چرا خوب فکر کرده بکنم دوتاتون رو بکشم. از آخرین یک دو سه این نخل و نبات داشت. الان موقع زدن اون نیست چون 2 نفر تو قشنگ به فنا دادی. امور از آخرین بزن امو بزن ببین امو حالا بفرما دیدی 340 تا رو زد. گفتم این دستم میاد. این ترکیب جوابه. 2 نفرشون رو کشتم یکیشون موند. قدرت آخر کی رو زدم؟ حشمت جون یه رجزم دادم دیگه تمام. 340 بابا کاپمون رو ببین. یه دونه قهرمان یابا کمرت نشکنم. 2 سال یه سال قهرمان نمیدی به ما. ساعت 4 نه یه تخفیف اگه بده یه کارتمو ساعت 5 کنم اولی. ببینیم فقط کدومشون نزدیک‌تره. 13 11 12
این آقا 15 پروفسور بالزامیک هم به 105 شدن خیلی نزدیکه. بیشترین نزدیکی اینو این اجدر ناک اوت پروفسور بالزامیک. اولین نفر که من ساعت چار کردم شبون بودش. من فکر کنم لباس بابا اسکوپا رو بخرم. بچه بریم یه مچ دیگه هم بازی کنیم و ویدیو رو همینجا به پایان برسونیم. بزن بریم. سلام میگیرن توی محنو دست کرد. این میخواد حیف اسکارپیون. من میخواد سرکیز رو چی باید مهناز سرم تک دیدم که خیلی الان نمیدونم. خب شطرنجی شدم. اوه من هیفا رو گرفتم من زدم. به جای هیفا اجدر برداشتی که با اجدر یکی رو توی کشه. چونه اون گفتی همین جوری بگیشم خال سرمه یزید. نظر شهوست که خیلی خریم خدایا هیچ کدوم میستاده. همه رو میستاد نه اینکه یه دونه رو میستاد. بسم برو گم شد. که با آدم های کسی هیچ وقت بازی نکنه. بچه ویدیو 17 دقیقه شد. من همینجا ویدیو رو تموم میکنم. بعد آپلود این ویدیو فری فایرم میذارم. من 3 تا گیم رو فقط میذارم. فری فایر به زنبهادور با پسرخوانده ناماست. بای.